الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. دوستان نهایت عزیز، قسمی که شما خبر دارین ما روز به روز نزدیک به ماه رمضان میشیم. ماه الله، ماهی که نبی کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید وقتی که رمضان بیاید رحمتهای الله جل جلاله مانند باران سرازیر می شود. همان رقمی که باران به هر جای می رسه و هیچ جای از باران و از برکت باران دور نمیمانه و پنهان نمیمانه، همین رقم رمضان هم است. قبل از این که ما به رمضان بریم باید چند چیز باید متوجه باشیم. اولی که خیلی از دوستای ما بودن که در رمضان قبل امرای ما بودن اما در این رمضان نیست. یادت باشه وقتی که تو به رمضان میرسی یک نشانه و یک علامه محبت الله جل جلاله است و نبی کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید که در یک حدیث بسیار طولانی و دراز و کلان هست اما ما مختصرا او را براتان می خواهم که ترجمه بکنم. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه می فرماید وقتی که یک روز یا دو روز یا چند روز به رمضان ماند، یعنی آخرین روزهای شعبان بود، نبی کریم صلی الله علیه و سلم برای ما یک خطبه، یک وعظ و یک نصیحت کرد و گفت که ای صحابه، بالای شما یک ماه میآید که ما بسیار دارای فضیلت و مرتبه و جایگاه است. این ماهی است که در این شب قدر است و او شب قدر یک شب عبادت کردنش معادل و برابر و مساوی به 83 سال و 4 ماه که امو 1000 ماه میشه. اگر ما او را به سالها تقسیم بکنیم و جمع‌بندی بکنیم 83 سال و 4 ماه میشه. پس شما ببینید دوستای عزیز، آیا این ما یک دقیقه از این چقدر با ارزش است؟ یک ثانیهش چقدر با ارزش است؟ در ادامه حدیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم میگوید که ماه بالای شما آمده که اگر شما یک عبادت نفلی را در او انجام میتین معادل فرض است. یک انسانی که 2 رکعت نماز نفل در رمضان میخوانه ثوابش، مرتبهش، جایگاهش به اندازه فرض است و یک انسان وقتی یک فرض را در رمضان انجام میده 70 برابر حساب میشه. این گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس اینجا ما گفته میتونیم که رمضان is a golden chance for every Muslim. یعنی روزه یک چانس طلایی، یک چانس طلایی برای هر مسلمان است که الله جل جلاله آنقدر دو بالای مسلمان ها رحم میکنه که یک نمازش به 70 نماز حساب میکنه. اگر این را ما در روزانه حساب بکنیم، نماز صبح 70 نماز، نماز پیشین 70 نماز، نماز دیگر، نماز شام، نماز خفتن، 7 5 ما میشه 35 که تقریبا در یک روز اگر ما نماز میخوانیم 350 نماز میشه. این اگر در یک ماه ضرب بزنیم خبر دارید چقدر میشه؟
10,800 نماز میشه. یعنی در یک رمضان وقتی که تو 5 وقت نماز میخوانی گویا که 10,800 نماز خوانده باشی و در 11 ماه دیگر 5 وقت نماز که میخوانی زیاد شوه 1,000 زیاد شوه 2,000 نمیرسه به او اندازه. یعنی چقدر رحمت الله در زیاد میباشه. به این خاطر کوشش بکنیم قبل از این که ما به رمضان بریم بیاین که با خدا دوباره رجوع بکنیم، بیاین که پس از سر توبه بکنیم و از اونمو وظیفه اصلی که برای ما و شما داده شده که انسان برای عبادت پیدا شده و الله جل جلاله در قرآن کریم هم میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و ما انسان ها و جنیات را پیدا نکردیم مگر به عبادت. خیر است اگر 11 ماه ما به خاطر خود ما، به خاطر دنیای ما، به خاطر اولاد ما، به خاطر ای که زندگی روزمره ما پیش بره در کار و بار و در مصروفیات بودیم، بیاییم یک ماه به خاطر الله سپری بکنیم و به خاطر رضایت الله جل جلاله در این عبادت بکنیم. یک شب عبادت کردن معادل 1000. شما ببینید علمای گذشته و کسانانی که اهل تقوا بودن از این امت ببینید درباره یکی از علما میگه وقتی که یک روز به رمضان میماند تمام دوستایش، اقاربش، فامیلش جمع میکرد و برایش میگفت که من دیگه وقت ندارم، 11 ماه ما به دنیا بود و بر شما بود، 1 ماه من به خاطر الله هست. هر گفتنی که دارین، هر چیزی که از من میخواین امیال بگوین، من باز در رمضان وقت ندارم. و بستری خودم میگرفت و میرفت به مسجد. یعنی رمضان نرسیده 1 روز به رمضان میماند بازی کارم میکرد و یک خادم داشت بر از او 1 دانه بوجی میداد، برش میگفت که نمیدان دروازه بیشی کسی را داخل نمان و هر کسی که خط میاره، نوشته میاره، سوال داره، جواب داره، هر چیزی که داره نوشته بکنه و دایی بوجی بیاندازش. بعد از رمضان او را من میبینم. اونا میفهمیدن قدر رمضان. شما میفهمین درباره امام ابو حنیفه رحمه الله کتاب ها نقل کرده که از اول رمضان تا آخر رمضان 61 مرتبه میگه قرآن خلاص میکرد. 1 قرآن در روز میخواند خلاص میکرد، 1 قرآن در شب میخواند خلاص میکرد و 1 قرآن هم میگه تراویح میخواند. حالا شاید بعضی دوستا بگوی این خو امکان نداره. چطور امکان نداره؟ از یکی از علما پرسان میشه که چی رقم مردم بودن، چگونه اینا اینقدر قرآن میخواندن؟ این رابطه از اینا با الله و رابطه از اینا با قرآن چی رقم بود؟ میگه من برش کوتاه جواب دادم، مثل که رابطه امروزی ما با موبایل است، مثل که رابطه ما با فیسبوک و یوتیوب و اینستاگرام و تیک تاک و غیره هست. رابطه او مردم به الله نمی رقم بودن. 1 لحظه ما از موبایل دور نیستیم، اما اونا 1 لحظه از قرآن دور نبودن. تا چی وقت ما این وقت با ارزشی که هر لحظه ازی به میلیون ها میارزه، از ترا کده با ارزش است و باز بالخصوص در رمضان باید ثانیه از این هم ما بیکار تیر نکنیم. برادر عزیزم، خیلی مردم های امیال در قبرستان هست، وکیل هم هست، وزیر هم هست، رئیس جمهور هم هست، هر کس هست، ورزشکار، تمامش هست، اما میفهمی آرزوش چی است؟ فقط آرزوش این است که میگه 1 دفعه دوباره به دنیا بگردم و 1 سجده بکنم. این سجده را که ما تو ارزشش نمیفهمیم و برای ما گرنگی میکنه. خبر داری کسایی هم بوده که شب که میشد پیش خود تصمیم میگرفت و میگفت امشب شب سجده هست و تا صبح عید سجده میبوده. آنقدر سجده های از طولانی بود که از سر شب تا آخر شب. باز به فردایش میگفت که امشب شب رکوع هست و آنقدر رکوع هایش طولانی بوده که تا صبح میگه ای در رکوع میبوده. چرا؟ اونا میفهمیدن که ما اینجا یک مسافر هستیم، ما اینجا یک کسی هستیم که به دل خودمان آمدیم.
ما به دل خود ما اینجا نامدیم در دنیا و به دل خود ما و ای که ما مستقل باشیم و خود ما بگیم که در فلان روز بمیریم، این رقمی هم امکان نداره. پس کوشش بکنیم برادرای عزیز که زندگی هم به دل خود نکنیم. همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم در ادامه حدیث می فرماید که این ماه صبر است و بدله و پاداش صبر جنت است. سبحان الله. یعنی اگر یک انسان با تمام شرایطش رمضان را روزه بگیره، الله جل جلاله در مقابل این یک ماه برایش جنت نصیب میکنه. و این رمضان سیزن یا فصل به دست آوردن جنت است، به دست آوردن رضایت الله متعال است. شما ببینید برادرای عزیز، در دنیا برای هر چیز یک سیزن می باشه. به طور مثال اگر یک انسان میوه فروش است، برای میوه 1 2 یا 3 ماه نهایتش هم وقت می باشه. و این نفری که صاحب باغ است یا تجار از اینمی کاروبار هست، خواب راحت نداره. چرا؟ سیزن است، پیشش دیر میشه. با کسی نشسته نمیتونه، چکر رفته نمیتونه، لحظه ثانیه دقیقش حساب میکنه و اونمو روز سپری میکنه. خواب راحت نداره. چرا؟ اگر این سیزن دیر شوه و این متوجه نشوه، بسیار به یک خساره و یک نقص کلان مواجه میشه. ایدمی 2 ماه تمام سختی ها را متقبل میشه، تمام سختی ها و رنج و درد و همش را قبول میکنه، به خاطر از این که باز تمام سال راحت باشه. رمضان هم همین رقم است. اگر 1 ماه، علما نوشته میکنن در کتابا، اگر 1 ماه ما به نفس خود، به خواهشات خود، به شیطان خود بگوییم که امی 1 ماه بر من مرحت بگو، به دل من پیش برو، باز 11 ماه گپ تو را من میگیرم. این انسان امی 1 ماه را اگر از گناه خالی بود، چشمش به نامحرم نخورد، خود کنترل کرد، دستش به یک بیگناه آزار و ضرر نداد، پایش به یک جایی که حرام است اونجا نرفت، تمام معاملات و تمام عباداتش درست شد، در 11 ماه دیگه هم اینمی عبادات، اینمی معاملات و این تمام زندگیش جور میشه. یعنی ما میتونیم گفته رمضان یعنی یک مدرسه و یک پنتون 1 ماه برای کسایی که اونا خدای نخواسته در مسائل و مواد مخدره مبتلا هستند. 1 ماه رمضان یعنی یک شفاخانه 1 ماه. هر نوع عادات بدی که ما داریم، اگر فقط در 1 ماه رمضان ما او را ترک بکنیم، الله متعال در تمام سال و در تمام عمر ما را از این بلا و از این مصیبت و از این چیزهایی که الله در او ناراض میشه، صحت ما خراب میشه، انشالله که ما محفوظ میشه. شما ببینین این رمضان اونقدر با ارزش است. دوستای عزیز، سال قبلی ما یک مصاحبه خبیب نور مگمدوف، کسی که چمپیون UFC هست، او را من خودم شنیدم که خبرنگار از پیشش پرسان میکنه که ورزش چقدر اهمیت داره براتون؟ میگه بسیار زیاد، از کل چیز که در ورزش بر من بسیار اهمیت داره، چرا که همین ورزش است که تمام چیز بر من داده. باز پرسان میکنن در رمضان چطور؟ گفت هر چقدر که ورزش بر من ارزش داشته باشه مگر به اندازه رمضان نی. تمام تمرینات، تمام زحمت ها، تمام تلاش ها، تمام کوشش هایم در رمضان متوقف می باشه. فقط و فقط ما در عبادت
الله متعال می باشد. و نبی کریم صلی الله علیه و سلم بازم در حدیث می فرماید، سلمان فارسی رضی الله عنه میگه که در ادامه حدیث بر ما نبی کریم صلی الله علیه و سلم گفت که شهر یا این ماه، این شهر در لغت فارسی که ما رو تبدیل بکنیم ماه رمضان، یعنی این ماه رمضان ماه همدردی، ماه مواسات، یعنی با یک برادر مسلمان کمک بکنی، از قلب فقیر و غریب و از او سختی هایی که اونا میکشن ما شما خبر شویم. و نبی کریم صلی الله علیه و سلم در هر رمضان 3 چیز بسیار انجام میداد. اول، در عباداتش زیادی می آمد. یعنی اگر در دیگه ماها قرآن 1 دفعه تلاوت میکرد، در این ماه 2 مرتبه تلاوت میکرد. اگر در دیگر ماها نفل به طور مثال بگویم روز 10 رکعت میخواند، در رمضان 20 رکعت جورش میکرد. و بالاترین و افضلترین عبادت در ماه رمضان قرآن خواندن است. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمه الله میگه 99 مرتبه یا 100 مرتبه الله جل جلاله را در خواب دیده بود و هر دفعه میگه که این در خواب میدید، میگه یادش میرفت که ما از الله متعال پرسان بکنم که یا الله تو به کدام عبادت بسیار خوش میشی و بسیار راضی میشی و تو را خوشت می همو عبادت بر ما بگو که ما او را انجام بدم. میگه الله جل جلاله در خوابش برش گفت که ای امام احمد ابن حنبل رحمه، ما در عبادتی که بسیار خوش میشم او تلاوت قرآن است. میگه امام احمد ابن حنبل رحمه الله پرسان میکنه که یا الله اگر کسی معنای از او را بفهمه یا نفهمه از کدامش زیاد خوش میشی؟ میگه فقط امی تلاوتش، اگر کسی معنایش میفهمه یا نمیفهمه. این چقدر یک عبادت بزرگ. خلاصه ای که برادرای عزیز از این ماه مبارک رمضان قسم استفاده بکنیم. من یک مثال براتون میتونم. اگر یک نفر بیای بر ما بگوید که فردا تو میمیری، باز تو دقیقه و ثانیه تا ناقتیر میکنی؟ هم جواب شما بگوین برام. باز تو چکر میری، باز تو در موبایل مصروف میشی، باز تو در گیم و غیره و غیره مصروف میشی، باز تو گناه میکنی، با نمازت قضا میشه، جماعت ترک میشه. فقط این یک نفر بیای که فردا تو میمیری و این معلوم نیست، میشه که امروز بمونیم و رمضان هم همین رقم است. شاید بعد از رمضان به دوستای خود ما چقدر اشخاص دفن کرده باشیم، با چقدر جنازه ها ما شرکت کرده باشیم و چقدر اعلانات جنازه ها را ما شنیده باشیم. دی رمضان نیستن، پارسال بودن اما امسال نیستن. پس خلاصی درس و یا موضوع مایی شد که بیاین که از این رمضان بسیار به خوبی و به وجه احسن استفاده بکنیم تا الله متعال از ما راضی شود و جنت هایی را که بر ما وعده کرده الله متعال برای ما و شما نصیب بگردانه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک.